در شهر کنیبادام دور اول آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من برگزار گردید. در آن زیاد از 50 نفر داوطلبان از روی نامیناسی‌های مقرر گردیده آزمون برآمد نموده مهارت و ملکه خویش را نمایش دادند. طول 7 سال است که آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من با ابتکار اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کشور گذرانده می شود. در این مدت از بین اشتراکچیان آزمون چهره‌های نو، استعدادهای صاحب هنر و هنرمندان چیره دست روی صحنه صنعت و فرهنگ و هنر ملت تاجیک پیدا گردیدند. خود برگزار نمودن آزمون نیز همین هدف را پیگیر است. مقصد این آزمون دریافت چهره‌های نو. در طول 7 سال بسیار چهرهایی که دریافت شد که در تمام چهاربینی‌های سطح جمهوریوی ولایت با مهارت خود، با صنعت خود فرهنگ تاجیک را معرفی کردند. ما امروز در شهر کنیبادام که هستیم به این آزمون همچون اعضای حکمات اشتراک کردیم. هم چهره‌های نو، هم نوازنده‌های خوب، هم استعدادهای نو که در اینجا برآمد کردند. باوری دارم که آینده برای وطن، برای ملت خدمت میکنند. اعضایان حکمان در شهر کنیبادام برآمدی همه اشتراکچیان و داوطلبان را از روی 5 نامیناسیا تماشا کردند و در آخر بهترین ها را معین نموده به دور ولایتی راه خط دادند. همچنین افتخارنامه و تحفه مالی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کنیبادام به غالبان سپاریده شد.